کار برای تعمیر راهی بین دهه باباجان غفورов تاجیکستان و ناحیه لیلک قرقیزستان آغاز گردیده است. برای تعمیر و هموار و وسیع‌تر کردن راه با رضایت ساکنان دهه بارباردوک درختان کنار آن را ریشه‌کن کردند. راهی ویران مردم را به تنگ آورده است. ماشین ما خدوایش وای میشد، بسیار نابود میشد. ماشین ما بسیار عذاب میکشد. بار گرام میبیم همین با عذاب میکشیم. مثلا همین راه به هم با سال تیزتر بنیاد میشد نقصتر بود ما. حالا جایم بیزیب جایم قهین. همین ماشین تنبه و یا تنبه همه ای چیز به ولسپید بیام داجی قهین. این قطعه جزئی از شاهراه خوجند کانیبادام است. اساساً راه‌های بین دهه‌های خستیورز و بارباردوک تا دروازه شهر کانیبادام ویران و دشوارگذرند، چون سالها باز تعمیر نشده‌اند. از این راه ساکنان دو کشور استفاده می‌کنند، ولی در گذشته با جنگ و دعوا نمی‌گذاشتند که راه تعمیر شود. هم وقتشان رو چقوریه قلعه چقوری آشوری ما کنم گفته وای کرد توی قرقیزستان نمون تماش. حاضر همون ویشکی ساس. مولی ماشینا آکاز چریز قطعان برافسوس. قطعان کتی میبرده و اوای بنده برافسوس. پیش دیوم ارقه میبرده میبرد. مسئولان اداره راهسازی ولایت سوق میگویند که بعد علامتگذاری مرز طرح را برای تعمیر راهی بیشتر از 9 کیلومتری دهه ارقه خستیورز تهیه کردند. خوشبختانه موافقه سازشنامه بین دو دولت‌ها این راه پورا و منطقه جمهوری ما گذشته است. چیزی که شمایان میدانید از سبب منطقه بحثی بودنش این راه سالهای سال روی تعمیر ندیده به همین حالت گرفتار شده است. حالا باشد این منطقه را با دستگیری وزارت نقلیه جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی احکام دولتی ولایت سوق و دستگیری بی‌واسطه بانک عمومی جهانی برای ارزانسازی داخل کرده شده و روزهای نزدیک ارزانسازی را از دهه خستیورز به سمت شهر کانیبادام آغاز می‌گردد. در دیگر قسمت‌های راه کانیبادام دهمایی که بحثی حساب نمی‌یافت، ماه مارس سال 2023 ساختمان راه بین‌المللی آغاز شد و قرار است تا ماه مارس سال دیگر به استفاده داده شود. این راه 50 کیلومتری از چند ناحیه تاجیکستان گذشته مسافت بین ولایت فرغانه و ولایت تاشکند ازبکستان را نزدیک می‌سازد. هدف رونق تجارت در منطقه است. راه با سرمایه‌گذاری بانک جهانی و حکومت تاجیکستان ساخته خواهد شد و راهساز شرکت چینی چاینا ریلوی بوده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفورov.